به صورت کامل، اما یه سری اتفاقات غیر مترقبه افتاد، اتفاقاتی که ما میترسیدیم کلا در طول رقابت‌های جام جهانی مخصوصا تو کشور امریکا رقم بخوره. اما خب به هر حال دیگه عجینه با فوتبال و کلا کشور امریکا این رعد و برقایی که صورت گرفته. اما خب دو نیمه کاملا متفاوت به قول کیلیان امباپه. خب چون میدونید که 2 ساعت و 50 دقیقه بعد از اینکه نیمه اول به پایان رسید، میگم یه وقفه 2 ساعت و 50 دقیقه‌ای رقم خورد و نیمه دوم میگم با 3 ساعت تأخیر خلاصه برگزار شد. اما نیمه اولش خیلی خوب شروع شد، خیلی ریتمیک، فرصت طلبی خوب از مایکل اولیسه، یه توپ ربایی درجه یک، پاس کاتبک توری که به آقای کیلیان امباپه داد رو به عقب بیرون محوطه. کیلیان امباپه اوورد روی پای چپش محکم رو پا زد و دروازه تیم ملی فوتبال عراق رو باز کرد. بله، دیشب فرانسه در مقابل عراق قرار گرفت و حالا عراقی که عملکردش خیلی تعریفی نداشت، البته که تو بازی قبلی عملکردشون خوب بود و خب چیزی که مشخصه اینه که میگم زاویه آنچنانی نداشت، اما خب چون گلر عراق دید نداشت و خب ضربه خوبی داشت، این ضربه‌ای که کیلیان امباپه زد تو وارد دروازه شد. آقای گله جام خیلی به نظرم میتونه جذاب باشه، همه چیز بین لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ برات هالنده و به نظرم که تا پایان، تا آخرین بازی ادامه خواهد داشت. ولی خب شاید مثلا نروژ حذفی زود هنگام داشته باشه، حالا باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خلاصه این داستانه رعد و برق، فقط بهتون بگم که کیلیان امباپه در سن 27 سالگی با بازی مقابل تیم ملی عراق 100مین حضورش با پیراهن فرانسه رو تجربه کرد. سنش 28 کیلیان امباپه و میبینید که عملکردش فوق‌العاده است. این 3مین جام جهانی که حضور داره و خب اختلافش با لیونل مسی هی کم و کمتر میشه و درخشان. حالا صحبت می‌کنیم در مورد آمار و ارقام. خب نیمه دوم کیلیان امباپه اومد صحبت کرد، گفت من وقتی وارد نیمه دوم شدم فکرم کلا یه بازی جدیده. و هر حالی که در دقیقه 54 عثمان دمبله یه از خودگذشتگی فداکاری که نشون میده چقدر همبستگی و یکپارچگی در اردوی خروس‌ها هست و خب پاس کاتبکی که داد و کیلیان امباپه دروازه خالی رو باز کرد، در حالی که خود عثمان دمبله میتونست حالا با پای غیر تخصصیش ضربه رو بزنه، اما این اتفاق نیفتاد و به کیلیان امباپه پاس داد تا کیلیان امباپه در جدول گلزنان کماکان باقی بمونه و یکی از شانس‌های اصلی آقای گلی تو رقابت‌های جام جهانی هم هست. واقعا بازیکن شاهکاریه کیلیان امباپه. من نمیدونم موتورش چجوری فقط تو رقابت‌های جام جهانی روشن میشه. 2018 عمل کرده خارق العاده‌اش، 2022 و حالا 2026 آمریکا، مکزیک، کانادا که درخشان ظاهر شده. در دقیقه 66 هم عمل کرده مایکل اولیسه هم توجه بکنید که چه پاس گلای خوبی میده. این دفعه مایکل اولیسه پاس داد به عثمان دمبله، عثمان دمبله راحت با پای چپ دروازه تیم ملی فوتبال عراق رو باز کرد و حساب کار رو کرد 3-0 و فرانسوی‌ها یه پیروزی با شکوه، یه پیروزی تراز اول، یه پیروزی که لق نمیزنه. خط دفاعشون فوق‌العاده است. ببین اون تو 2 بازی کلا فرانسوی‌ها 1 گل خوردن، اون گل بدم خوردن از اون بازی قبلیشون فرانسه سنگال بود دیگه. ولی به هر حال که فرانسه دیدیه دشان خارق العاده داره کار میکنه و میگم یه ثبات و یه یکپارچگی خوبی رو داریم در ترکیب خروس ها میبینیم. فوتبال گفته پیروزی پرگل خروس ها مقابل عراق. عراق با ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم از پس خط آتش فرانسه برنیامد. بچه‌ها ما الان ساعت 8:55 صبح که من دارم ضبط میکنم و از شما میخوایم که چون باید ویدیو به لحظه بیاد شما هم تماشا بفرمایید، از شما میخوام که دکمه لایک رو بزنید و واسه حمایت از ما هم اون فشردن دکمه سابسکرایب خیلی حال من و تیمم رو خوب میکنه، پس این کارو حتما انجام بدین. کیلیان امباپه به عنوان بهترین بازیکن دیدار فرانسه و عراق انتخاب شد. الان یه آپدیتی بریم از برترین گلزنای جام جهانی. حالا میرسیم به لیونل مسی، البته که مفصل دیشب توی ویدیو جداگونه در موردش صحبت کردیم که لیونل مسی 18 گل زده در 28 بازی. کیلیان امباپه رو ببینید 16 گل زده در 15 بازی. میروسلاو کلوزه 16 گل است با 24 بازی و رونالدو نازاریو هم حیف شد 15 گل است با 19 بازی. میگم کیلیان امباپه به رکورد میروسلاو کلوزه رسید تو سن 28 سالگی
فکر میکنم راحت 2 تورنمنت دیگه داره کیلیان امباپه، یعنی 2 تورنمنت جام جهانی دست نخورده کماکان واسه کیلیان امباپه باقی مونده و به نظرم که فراتر میره از رکورد لئو مسی. کیلیان امباپه تو 27 سالگی به رکورد 16 گله در ادوار جام جهانی رسید و در کنار میروسلاو کلوزه به دومین گلزن برتر ادوار مسابقات تبدیل شد. این در حالیه که اون حداقل میتونه جدای این دوره در 2 دوره جام جهانی دیگه هم به میدون بره. 18 مسابقه و 16 گل تو جام جهانی، 100 مسابقه برای فرانسه، 100 تاثیرگذاری روی گل، 60 گل و 40 پاس گل. این جوابیه سریع و خشن به مسی بود. سائقه اصلی امباپه بود. فرمانده این جام منم. اینو ورزش منتشر کرده و گفته کیلیان امباپه بهترین بازیکن زمین شد. عملکرد مثلث مخوف فرانسه تو جام جهانی 2026، یعنی اگر میتونید متوقفشون بکنید که امباپه 4 گل است، مایکل اولیسه 3 پاس گل داده، 2 تا پاس گل هم که تو بازی بامداد امروز داد. عثمان دمبله هم 1 گل 1 پاس گل، تاثیرگذاری روی 5 گل از 6 گل فرانسه تو این جام. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. کیلیان امباپه با بریس مقابل عراق و عبور از گرد مولر، یا بهتر بگم گرد مولر و رونالدو نازاریو با 16 گل در کنار میروسلاو کلوزه قرار گرفت و حالا فقط مسی رو بالای سر خودش میبینه. با ثبت 2 گل بهترین بازیکن زمین شد. 4مین بازیکن تاریخ جام جهانی کیلیان امباپه که بعد از استابیله، کوچیز و مسی که در 3 بازی متوالی حداقل 2 گل زده. امباپه بعد از کلوزه دومین بازیکنیه که در 100مین بازی ملی تو جام جهانی بریس کرده. فوتبال 360 چی گفت؟ در آسمان به دنبال سائقه واقعی روی زمینه. کیلیان امباپه. رکورد مسی به همین سرعت در خطره. پیروزی پرگل فرانسه با بریس امباپه. عراق بیچاره. 16 بازی 16 گل ذات امباپه تو جام‌های جهانی. تیر دروازه مانع تکمیل شاهکار اولیسه. سرانجام اولین گل جام جهانی دمبله. جلال و احمد نداره، اونا از یه سوراخ 2 بار گزیده شدن. راستی این آیمن حسینش نمی بچانسی که آوردن، آره از زمین مسابقه اخراج شد به خاطر مصدومیتی که داشت و میگه با اون سختی به جام رسیدن تا جلوی هالند و امباپه اینگونه گاف بدن و خب نروژ هم تیم خوبیه و بگذاریم ولش کن. امباپه بعد از سرخیو راموس، لوکاس پودولسکی و کریستیان ویکما 4مین بازیکن جوان اروپاییه که به این حد نصاب رسیده. یعنی چی؟ این که با حضور در تیم ملی فوتبال فرانسه تو بازی دیشب 100مین بازی خودش رو انجام داد. امباپه با گلی که زد از گرد مولر عبور کرد و در کنار رونالدو نازاریو 3مین گلزن برتر تاریخ جام جهانی کنار میروسلاو کلوزه عملا قرار گرفت که با توجه به گل دومی که زد 16 گل است و فقط 2 گل فاصله داره با رکورد عجیب و غریب و افسانه‌ای لیونل مسی که هر 2 نفر شانس اینو دارن که آمارشون رو بهتر و بهتر بکنن تو این تورنمنت.